میدونستین درآمد از آنلاین این روزا به عنوان کشف نفت سیاه معروف شده؟ سلام، مژگان هستم. صبح زوده دماغم چه گنده است، تازه خواب بیدار شدم. خواستم بهتون بگم که این فرصت هایی که براتون پیش میاد رو جدی بگیرین، حداقل چکش بکنین. خیلی مسیج گرفتم که دقیقاً کار شما چیه. من فکر میکنم بارها ما توضیح دادیم، ولی یک بار دیگه هم واضح براتون میگم عزیزای دل. کار ما بازاریابی برای یک کمپانی ژاپنی مادره که ما فرنچایزشو داریم، ولی ما نه تو فروشش، نه تو شیپینگش، نه تو اینونتوریش، هیچ چیزش دخالت نداریم. تنها کاری که ما میکنیم آموزش دیجیتال مارکتینگه. یعنی چی؟ یعنی که ما به شما عزیز خودمون یاد گرفتیم این مهارتو و با سرمایه گذاری که برای این کمپانی کردیم یه ایده بیزینسی گرفتیم. بعد به شمای عزیزی که دوست داری از آنلاین درآمد داشته باشی، به شما یاد میدیم که چجوری بازاریابی رو توی 7 پلتفرم سوشال مدیا انجام بدیم: فیسبوک، لینکدین، یوتیوب، اینستاگرام، پینترست، تیک تاک و مور. به خاطر همین ما به شما این فرصت رو میدیم که میخواییم به صورت بیزینسی توی سوشال مدیا کار کنین، باید یک ایده بیزینسی داشته باشین. ایده بیزینسی هم اگر خودتون بخواین به صورت تنهایی اقدام بکنین، خیلی خیلی دردسر داره و هزینه‌های بالا داره. به خاطر همینه ما فرنچایز کمپانی ژاپنی رو که 51 سال قدمت آفلاین داره و 9 سال قدمت آنلاین داره رو به شما ارائه میدیم. همه آموزش ها بیس ویدیوه، یعنی شما میتونید نگاه کنی، از ترنسلیت استفاده کنی به هر زبانی که دوست داری، بعد استاپ بکنی، 2 مرتبه برگردی و یک منتور و کوچ دارین و یک گروه بزرگی از فارسی زبان ها، مخصوصا الان زوم های هفتگی هست، زوم های ماهیانه هست، مستر مایند هست که آدم ها از سر تا سر دنیا میان اونجا و تجربه هاشون رو شیر میکنن. تنها نیستی تو این راه. مسلما اگر پیج منو چک بکنین میتونین ببینین. وقت از دست نده، آفر نوامبر رو از دست نده، با 4 برابر کمیسیون میتونین شروع کنی. من خودم کاش این آفر 2 سال پیش بود که 2 سال زحمت بکشیم تا برسیم به این نقطه که الان شما امروز میتونین شروع بکنی. حتما ایمیل تو برام بذار، یه وبینار رو ببین، ولی بهت توصیه میکنم تو مرحله 30 روزه آزمایشی شرکت کنی تو خودت ببینی کمپانی اسمش چیه و محصولاتی که شما بابتش پول میدین برای استفاده شخصی خودتون تا ایده بیزینس بگیرین محصولات چیه. همه های تیکت، مدیکال، بیس و برای سلامتی خودت و خانوادته. منتظرت هستم.